وجه مشترک کشورهای آسیای میانه و آمریکا در رابطه با افغانستان چیست؟ تام ویست، نماینده ویژه آمریکا برای افغانستان، با نشر توییتی گفته است که افغانستان با ثبات مستلزم حضور منادار تمام اقشار، اهم از زنان و مردان و اقلیت‌های قومی در ساختارهای سیاسی این کشور است. آقای ویست با نشر بیانیه مشترک آمریکا و کشورهای آسیای میانه تاکید کرده است که افغانستان با ثبات و شکلگیری نهادهای حاکمیتی و پاسخگو نیازمند گفتگوهای سیاسی فراگیر در این کشور است. در بیانیه مشترک آمریکا و کشورهای آسیای میانه آمده است که خاک افغانستان نباید در برابر کشورهای دیگر و خاصتاً میدان بازی گروه‌های هراس افغان قرار گیرد. در بیانیه مشترک آمریکا و آسیای میانه که به تازگی منتشر شده آمده است که کشورهای منطقه و جامعه جهانی خواستار افغانستان صلح‌آمیز برای خود مردم این کشور و همسایگان است. کشورهای آسیای میانه و آمریکا از کاهش چشمگیر کشت مواد مخدر در افغانستان همچنان استقبال کرده و از ادامه صادرات مواد مخدر مصنوعی به کشورهای منطقه ابراز نگرانی کردند. در بخش دیگر این بیانیه آموزش و کار بانوان برای افغانستان با ثبات را با اهمیت خوانده و بر لزوم فرصت‌های آموزشی و کار و فعالیت بانوان تاکید شده است. این گفته‌ها در حال مطرح می شود که سفیر و نماینده ایران برای افغانستان گفته بود که آمریکا از افغانستان به عنوان ابزار فشار در برابر کشورهای رقیبش استفاده می کند. نماینده ویژه ایران همچنان گفته بود که آمریکا در تلاش است تا افغانستان را به کانون بحرانهای منطقه تبدیل کند. داعش و حضور برخی گروه‌های هراس افغان در افغانستان با نگاه‌های بیشتر آمریکایی از موارد دیگری بودند که نماینده ویژه ایران روی آن تاکید داشته بود. در کنار ایران، پاکستان و پیمان امنیت جمعی نیز بارها از حضور گروه‌های ضد امنیت در افغانستان ابراز نگرانی کردند، آنچه همواره از سوی امارت اسلامی رد شده است. از سوی هم معصوم عباس استانکزی و همچنان امیرخان متقی، وزیر سرپرست وزارت امور خارجه، گفته است که تلاش‌ها برای عادی سازی روابط با آمریکا ادامه دارد. اما چند پرسش کلیدی: روایت آمریکا از افغانستان امروز چیست؟ وجه مشترک کشورهای آسیای میانه و آمریکا در رابطه با افغانستان چیست؟ فرصت‌ها و چالش‌های مشترک جهان در رابطه با افغانستان چگونه تعریف می‌شود؟ نگاه متضاد کشورهای منطقه در رابطه با وضعیت سیاسی امنیتی افغانستان از کجا ریشه می‌گیرد؟ و در نهایت افغانستان با ثبات مستلزم چی راهکار است؟ درود و سلام بر شما و وقتتان بخیر. به افغانستان 1400 خوش آمدید. مهمانان من در بحث امشب آقای عبدالواحد طاقت، آقای نظامی در استودیو، حکیم ترسن فعال سیاسی و سید بلال فاطمی، آقای مسائل سیاسی و آقای روابط بین الملل روی اسکایپ هستند. مهمانان عزیز، به بحث با خوش آمدید. آقای طاقت، می‌خوایم که بحث را از شما آغاز بکنم. اولی که بسیار زیاد خوش آمدین و ضمناً می‌خوایم بدونم که وجه مشترک کشورهای آسیای میانه و آمریکا در رابطه با افغانستان چیست؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترامات به شما و جناب تورسن صاحب، دوست عزیز ما و تمام کارکنان تلویزیون وزین یک و بینندگان بسیار محترمتان. سپاس. آمریکا و کشورهای آسیای مرکزی در مورد افغانستان وجه مشترکی که داره و این است که آمریکا سعی و تلاش میکنه که افغانستان دوباره باز به پایگاه نظامی امریکا و ناتو بدل شود و کشورهای آسیای مرکزی هم همین وجه کتشان داره که بیایه امریکا یک بار باز در باطلاق افغانستان گیر بیایه و باز انتقام جنگ های گذشته را از امریکا بگیرن که ما فکر میکنم آمریکا سادگی نخواهد کرد و نباید بکنه که باز نیروهای نظامی خود را به افغانستان روان کنه و در اینجا قرارگاه نظامی داشته باشه تا یک تخته خیز باشه برای اهداف هژمونی آمریکا در آسیای مرکزی، اروپای شرقی و تا به کشورهای زردنژاد، چین، لاوس، کمبودیا و تایوان و ژاپن و غیره، که استراتژی بسیار عمیق یا عمق استراتژیک امریکا اینمی کشورهای زردنژاد تشکیل میکنه. از امو پروگرامی که به نام یلوستورم یعنی طوفان زرد
آمریکا CIA در راه انداخته بود که 20 سال باید و انتظار میکشیدیم تا آمریکا به سال 2011 مباشرم 11 سپتامبر به مو خود برابر کنه. آقای طاقت بخوایم یک چیز را میخوایم بدانم و این که کشورهای آسیای میانه بیشتر زیر تاثیر روسیه قرار دارد، در حالی که گفته میشه و همچنان در عمل ما میبینیم که روسیه و آمریکا در تضاد منافع در بحث منطقه‌ای و در بحث جهانی هم روبرو هستند. حالا چگونه میشه که کشورهایی که بیشتر زیر تاثیر روسیه هست حالا بیاید با یک وجه مشترک با آمریکا در رابطه با افغانستان تصمیم بگیره؟ وجه مشترکش در تقابل با هم است، یعنی نتیجهش هماهنگی اردو قطب نیست، ولی جهان دو قطبی شده. یک قطبش ناتو بگیریم، دیگه قطبش انمی کشورهای همکاری های سازمان همکاری های شانگهای و چیزی که شما پیشتر گفتین دفاع جمعی، پیمان امنیت جمعی و اسنگی کشورهای مشترک المنافع، اینمی همه که متحد باشه این میشه که یک قطب شمرده شود. درست. طاقت صاحب، پس از روی کار آمدن امارت اسلامی در 15 اگست 2021 نگاه آمریکا نسبت به افغانستان تا جای متزلزل بوده و حالا هم نگاه‌هایش متفاوت است. یک روز میگه که ما ثبات در افغانستان را می‌خوایم، یک روز دیگه میگه که القاعده اصلا در افغانستان وجود نداره، یک روز دیگه میگن که ما افغانستان با ثبات می‌خوایم و تا جای امارت اسلامی هم با ما همکار است. این طرز دیدگاه آمریکا از کجا ریشه می‌گیره؟ رهبری آمریکا، رهبری ناتو در مجموع و بخصوص ایالات متحده آمریکا در شرایط کنونی سردرگم است، یعنی چرندیات میگه. بدبختانه که اصطلاح را استعمال کردم به خاطر که چنین هست چطور کنیم، ولی به اصطلاح آمریکا دیوالیه شده و نمیفهمه که چی بگه. یک روز یک چیز بگه، دیگر روز دیگر چیز. دیپلماتایشان یا سناتورایشان یک چیز میگه، رئیس جمهورش چیز دیگه میگه. ناتو شاریده پاشان است و دمی فکر است که چطور پای خدا بکشه. جنگ اوکراین این سرگیچی برای آمریکا توفه داد و آمریکا فعلا در یک حالت سردرگمی و سرگیچی قرار داره. ما فکر میکنم که دستاورد چیز موفقیت و پیروزی بزرگ پوتین در جنگ اوکراین باعث شده که آمریکا سرسام شود و در چنین حالت سرسامی باید چنین گپای ضد و نقیض بگوید و کارای بکنه که شایسته یک دولت مقتدر مانند امریکا نیست. طاقت صاحب فکر میکنید که دیدگاهش در مورد افغانستان هم همین گونه متناقض هست؟ یعنی تصمیمایی که قرار است در مورد افغانستان گرفته شده و تصمیمایی که تا به حال گرفته شده؟ بالکل. به طور مثال امیا که آمدن در دوحه مذاکرات دوحه را شروع میکردن، چرا دولت افغانستان را از تمام جزئیات قراردادها و تصامیم در جریان نگذاشت؟ چرا خلیلزاد و دیگر رفقاش دولت افغانستان و دولت افغانستان چی که پارلمان افغانستان را در جریان نگذاشت؟ چرا ما یک اجماع ملی را نخواستیم؟ به خاطر یک پروژه بسیار بزرگی که به سرنوشت مردم افغانستان تعلق داره. این همه چراهای هست که امریکا جوابش نداره و بالاخره ما میگیم که خوب شد که شما در این باطلاق که گیر آمده بودین همونطور شکست خوردین و یک قوه، یک نیروی خود جوش که بعدا ما خود جوش میگیم. اول ما فکر میکردیم که یا ساخت و باخت امریکا و ناتو و اینا تانستن که امریکا را به زانو درآوره و از افغانستان برانه. خیلی ممنون آقای طاقت. آقای فاطمی میخوایم که سوال را از شما هم آغاز بکنم و این گونه که در بیانیه مشترک آمریکا و آسیای میانه آمده که
یکی از راههایی که در افغانستان باید حکومت باثبات و نهادهای حاکمیتی پاسخگو ایجاد شود آن بحث گفتگوهای سیاسی است که در افغانستان ما بیشتر روی از اونها تاکید میکنیم که یعنی گفتمان ملی. میخوایم در نخست دیدگاه شما را داشته باشم که واقعا مراد از گفتگوی سیاسی چیست؟ این گفتگوی سیاسی با کیها، با کدام جناها و چگونه باید عملی شود؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما ای عزیزی، مهمانان پروگرام و بینندگان تلویزیون وزین شما. خب این اعلامیه بعد از 2 هفته از ملاقات رینا امیری و تام وست که در آستانه قزاقستان صورت گرفته بود، این اعلامیه دیروز از طرف وزارت خارجه امریکا به حساب به نشر رسید و به حساب اون صحبت‌هایی را کرده بودند و اینا بعد از این صحبت‌ها باز به دوحه رفتن و در دوحه با امیرخان متقی نشستند و صحبت‌هایی کردند که به ظاهر چیزی دستاورد نداشت. حتما دستاوردهای از اینا استخباراتی و خفیه، چیزایی که در عقبه بوده، به یک نتیجه رسیدند. این که منافع امریکا با آسیای میانه چی بستگی داره بسیار واضح است. تا زمانی که آسیای میانه کاملا پیروی از پالیسی خارجی امریکا نکنه، یک منافع مشترک ندارن و آیا این چیز ممکن است؟ نه، خیلی ممکن نیست، از خاطری که این کشورها در نامقطعی قرار دارند که بین افغانستان و روسیه خط حائل هستند و اینا تحت اثر سیاست‌های خارجی روسیه هستند و از او اقمار برآمدن نمیتونن. فلهذا این ممکن نیست به این کشورها که پالیسی خارجی امریکا را با او همراهی کنند، هرگاه فرضاً اینا با امریکا برن و مفادات چیزایی را که دارن از امریکا به دست بیاورن و امریکا و مفادات برشان برسانن، در اون صورت اینا زیر خطر روسیه میایند. فلهذا برای اینا ممکن نیست. خطر امریکا در این منطقه به این کشورها کمتر است نسبت به خطری که اگر اینا با امریکا برن از طرف روسیه بیشتر خواهد بود، چون سرحدات درازی که به هزاران کیلومتر میرسه، چی از تاجیکستان و قزاقستان و قرقیزستان و ترکمنستان و ازبکستان گرفته تا و دریای بالتیک، این کلگیش سرحد روسیه با این کشورها. فلهذا این ممکن نیست. یگانه چیزی که در اینجا اینا میخوان که جلوی از رو بگیرن وی است که امی داعش را که در افغانستان امریکا داره تقویه میکنه و میخواد او را در مقابل روسیه و آسیای میانه حساب استفاده کنه. کشورهای آسیای میانه ترسشان از این است که مبادا داعش در این کشورها رخنه کنه و ثبات و استحکام نظام به حساب امنیتی از این ممالک برهم بزنه، در حالی که یک چیز واقعیت است که امریکا تا که به اهداف خود در منطقه نرسیده باشه، او برای زدن کشورهای آسیای میانه، روسیه، چین و ایران هرگز دست کوتاه آقای خاتمی، این اهدافی که آمریکا در منطقه دنبال میکنن چیست؟ بعضی‌ها بحث‌های اقتصادی را دنبال میکنن، بعضی کشورها نگاه‌های امنیتی سیاسی دارن، ولی میخوایم بدونیم که واقعا آمریکا به دنبال چیست؟ فکر میکنن بحث مهار روسیه و چین اولویت است یا چیزهای دیگری هم وجود دارد؟ ببینید، بسیار واضح است امریکا از منطقه به شکل نظامی برآمده و این خلا برای امریکا بیشتر از هر زمانی دیگر به افغانستان نیازمند و ضرورت داره. افغانستان در عمق استراتژی امریکا فعلا مهره و به حساب جایگاهی است که امو ارزشی را که در طول 80 سال هرگز برش قائل نبود، اونمو تمام ارزش ها را فعلا افغانستان پیدا کرده. چرا تمام منافع نه تنها امریکا بلکه در کل جهان غرب و اروپا فعلا وابسته بر افغانستان است. در صورتی که افغانستان استحکام پیدا میکنه، یک نظام قائم در اینجا جور میشه، امریکا در اینجا نباشه و روابط چین و روسیه و ایران و ترکیه و اندونزیا و مالزیا و هند و اینا در اینجا با هم وابسته میشه و افغانستان من حیث چهارراه اقتصادی برای منافع در کلی از کشورها راه را باز میکنه. فلهذا جهان غرب دیگه در وجود پیدا نمیتونه پیدا کنه. اقتصاد اروپا شکسته شده بعد از اوکراین، جنگی را که اروپا هرگز نمیخواست امریکا و جنگ بر اروپا تحمیل کرد و اوکراین در با روسیه در جنگ انداخت و خودش منافع از او را برداشت، اما اروپا داره قیمت کلان از او را پرداخت میکنه. در صورتی که در اینجا یک حب اقتصادی بزرگ بین روسیه و چین و
کشورهای همسایه جور شود، فلحاظ جهان غرب این مرگ و زوالشان است. فلحاظ این جنگ حیاتی است برای امریکا و افغانستان، ارزش نهایت مهم داره. امریکا تا زمانی که پس جای پای خود برای خود در افغانستان پیدا نکنه، هیچ کسی در این منطقه در امن نخواهد. نه ایران، نه روسیه، نه چین. فلحاظ امریکا با وجود از که لحاظ نظامی از افغانستان برآمده، دوباره آمدن نظامی خود میفهمم که ممکن نیست و نمیتونه آمده، مگر میخواهد که از طریق ارتباطات دیپلماتیک سیاسی و استخباراتی، چیزی که در قرارداد دوحه در اونجا تفاهم شده بود، اما به نسبت مشکلات سیاسی خود امریکا که از پیش اشتباه صورت گرفت و پلان عملی نشد، بازی را از دست داد. اگر در اونجا این با مفاهمه صورت گرفته بود که امریکا در افغانستان به شکل سیاسی و استخباراتی موجودیت خواهد داشت، در مقابل روسیه و چین پروگرام‌های خود خواهد داشت، امارات اسلامی در او دستاندازی ها نخواهد کرد و اینا خیلی ممنون آقای فاطمی. مگر این نتونست عملی شد، فلحاظ امریکا داره تا با رسیدن به مو اهداف خود به این تلاش میکنه و در هرگز این تلاش از اینا با معنای از این نیست که بین امریکا و آسیای میانه تفاهمی وجود داره، هرگز به تفاهم رسیدن نمیتونه. خیلی ممنون آقای فاطمی، به شما برمیگردیم. سوالای بزرگتر از این هم وجود داره. آقای ترسن، میخوایم از شما هم بدونم، همیشه کشورهای دور و نزدیک تاکید دارن که راه حل کنونی افغانستان گفتمان سیاسی یا گفتگوهای سیاسی است. میخوایم بدونم که مراد یا روایت گفتگوی سیاسی از یا منطقه‌ای چیست در افغانستان؟ و واقعا این گفتگوی سیاسی فکر میکن در وضعیتی که ما قرار داره معنا خواهد داشت؟ عرض سلام خدمت شما عزیزی صاحب، کارکنان شما و میمانان میز جنرال صاحب طاقت و جناب فاطمی صاحب و بیننده های نهایت در دیده و رنج کشیده افغانستان. ببینین جانم، تام وست کسی نیست که بتونه مثل خلیلزاد از صلاحیت های برخوردار باشه. قبلا که بود خلیلزاد که نماینده بود، او گزارش کاری خود مستقیما به وزیر خارجه میداد، ولی آقای تام وست نه برای وزیر خارجه نه برای معین وزارت خارجه به یکی از رؤسای میته یک. دوم دیگه هیچگاه آمریکا در قبال افغانستان جز از سیاست های مغرضانه و هیچ وقت کدام حرف بر تامین صلح و ثبات آرامش سعادت افغانستان، کشورهای آسیای میانه و جهان نداشته و نداره. همیشه خواسته که ها به خطالوت بکنه و خودش ماهی بگیره و همین ملاقات ها هم که ادامه میده با کشورهای آسیای میانه و یا صحبت هایی که با طالب ها می داشته باشی فقط وقت کشی است تا بتانه داعش و سایر گروپ های توریستی را به داخل افغانستان جابجا بکنه تا همون رقمی که اشاره شد، چون امریکا جنگ اوکراین که آغاز کرده بود به این فکر بود که در اوج پیروز میشه، که به حساب در اوکراین هم بزرگترین ضربه را امریکا با اوکراین هم دید. آقای ترسن، شما چی فکر میکنید که آقای ترسن، تصور شما از جایگاه افغانستان در سیاست خارجی امروز و دیروز آمریکا چیست اگر کوتاه اشاره بکنین؟ فکر میکنین که اهمیت امروز افغانستان همانند دیروز هست یا تفاوت کرده؟ از جبهه جنوب روسیه در افغانستان ناامنی بیشتر شود تا گروپ های توریستی که به داخل افغانستان جابجا هستند، اونا کشورهای آسیای میانه را به حساب وضعشان متشنج بسازه تا روسیه هم به یک جبهه دیگه برش باز شود که او آسیای میانه است. و در ارتباط با سوال اساسی شما که شما گفتین که همین نشستار یا به حساب مذاکرات بین الافغانی را و همیشه پیشنهاد میکنه آمریکا. ببینین ما
تعجب میکنم به سیاسیون، تعجب میکنم به افغان ها، تعجب میکنم به می طالب ها. چرا ما خود ما یاد نمیگیریم؟ چرا همیشه ما نسخه را باید یک کشور بر ما بده؟ یا امریکا یا چین یا روسیه یا یک کشور چنین نسخه را بده که بیاین مذاکرات بین الافغانی داشته باشین، ولی خود ما هیچ چیز یاد نداریم. همیشه چشم امید ما یا به طرف امریکاست یا به طرف روسیه یا چین یا هند یا ایران و یا کشورهای دیگه. خیلی ممنونتون آقای ترسن. طالب‌ها را نمیفهمند، اینقدر اگر منطق ندارن که نفهمن که با افغانهای خود بشینن و با افغانهای خود آشتی بکنن و در کنار مردم قرار بگیرن و از مداخلات کشورهای مانند امریکا و سایر کشورهای چی از پاکستان، از ایران و جلوگیری از مداخلات از آنها بکنه و در کنار مردم خود قرار. خیلی ممنون شما آقای ترسن. به شما برمیگردم. هر حکومتی که از حمایت مردمی را نداشته باشه، ما دیدیم که غنی هم که دار دسته خود و رهبرا و لیدرها هم کسی از اکثریتش از امریکا و انگلیس و کشورهای اروپایی و روسیه و چین و بعضی از کشورهای دیگه ایران و پاکستان حمایت میشدن. سرنوشتشان چی شد؟ آقای ترسن، پس اگر حکومت حمایت مردم را نداشته باشه، اما نتیجهش هم دگرگونی است. خیلی ممنون. به شما برمیگردم آقای ترسن. به شما برمیگردیم. آقای طاقت، میخوایم که از شما بدونم آنچه که نتیجه گیری بحث آقای ترسن و آقای فاطمی میشه تا زمانی که رضایت کلی مردم از نظام وجود نداشته باشه، نظام هم منجر به دگرگونی است. آن نظام را نام بردن، از آقای غنی نام بردن، از دار و دستش نام بردن. میخوایم دیدگاه شما را هم داشته باشیم. فکر میکنین که اگر وضعیت که این گونه حالا افغانستان هست ادامه پیدا بکنه، فکر میکنین که ما با سرنوشت 2 سال پیش روبرو میشیم یا که وضعیت ادامه پیدا میکنه؟ طرح پیشنهادی ما برای دوستای ما، برای رفقای ما، افغانای چیز فهم در روزای اولی که امارت به وجود می آمد، اما وقت ما طرح پیشنهادی ما می بود که همه دست خود استین خود بر بزنین و در نظام سازی کمک کنین. نخبگان افغان، چی در داخل افغانستان، چی در داخل کشور و چی در بیرون از کشور، همه متحدانه به خاطر نظام سازی تلاش کنین و سعی کنین. ما یک نظام معقول که در او منافع ملی ما برآورده میشه، منافع ملی ما نهفته باشه، چنین نظام را باید مشترکاً با امارت اسلامی باید جور کنیم، به وجود بیاریم. وقتی که نظام دلخوش ما و مورد پسند ما و معقول به وجود آمد، باز با قیمت سر و جان از او حمایت میکنیم و از او باید دفاع کنیم و از او باید پشتیبانی بکنیم. آقای طاقت، یکی از گفته های کشورهای منطقه و جهان همی است که حکومت فراگیر شکل بگیره. مراد از حکومت فراگیر چیست؟ وقتی که ما همه ما متحد می شدیم در نظام سازی با امارت اسلامی کمک میکردیم و اعتماد اونا را هم به دست می آوردیم و ما هم بالای این حکومت اعتماد میکردیم، بالاخره نظام را به وجود می آوردیم و نظام باز مستلزم تمام مشکلات و تکلیفایی که در جامعه است و به خاطر رفع کردنش چیز بود، متحد می بود و کار میکرد و برآورده میشد تمام ارزوهای مردم افغانستان. این کار بدبختانه طال صحیح نشده، تکمیل نشد و نه اعتماد مردم بالای حاکمیت وجود آمد، نه اعتماد حاکمیت بالای مردم. این فاصله تقریبا طال وجود داره و این فاصله بسیار خطرناک است و این فاصله باید هر چیز زودتر از بین برده شود و دولت با اشتراک مردم، قوای قضاییه و نظام حتی یک بخشی که بیخی نیست و عبارت از پارلمان است، این هم یک نقص
است اگر چنین شود که این همه اجزای دولت به هم متحد شود، دولت به وجود میاد، یک نظام به وجود میاد و ما باز از اون نظام پشتیبانی کامل میکنیم به قیمت سر و جان خود و ما در می تلاش در می راستا به پیش میریم. همین میز شما همچنین یکی از تلاش‌های است که ما به خاطر نظام ساختن با امارت کمک میکنیم. چی تورسن صاحب از یک دیار و فاطمی صاحب از جای دیگه و ما هم از میز شما و با هم مشترک میکنیم و بالاخره اینمی باید با جای برسه، با جایگاه برسه که توجهشان جلب شد. درست. یک مورد را که در بیانیه کشورهای آسیای میانه و آمریکا آمده گفتن که تمام اقوام افغانستان هم از برادرای پشتون هم از هزاره تمام اقوام را نام بردن و همچنین از اقلیت‌های قومی نام گرفته شده که باید در ساختار نظام افغانستان جا داده شود. حالا شما فکر میکنید که تمام اقوام در ساختار کنونی جا ندارد؟ دست زدن است. این خودش دستاندازی است. این خودش گناهی است که مرتکب میشن و در امور داخلی ما مداخله میکنه و باید نکنه. این کار ما خود ما یاد داریم، ما میفهمیم که چی باید بکنیم. مردم افغانستان درک داره، دانش داره، ما دانشمندای داریم. ما طرح داریم برای امارت اسلامی که یک کمیته دفاعی جور کنه. این کمیته دفاعی تمام مشکلات امنیتی را رفع میکنه. ما دو ارکان حربای نظامی می داشته باشیم، دو کمیته دو متخصصین استخبارات می داشته باشیم و متخصصین پلیس می داشته باشیم و این میتونه که در نظام امنیتی فعالیت کنه. درست. یک کمیته دلیلی که یک کمیته اقتصادی ما باید داشته باشیم. اقتصادیون کسایی که در اقتصاد دکترا داره، میفهمه، دانش داره، درک داره، یارا در این کمیته جمع میکنیم و اقتصاد مملکت به پای ایستاده میکنیم. دیگه معدنیات داریم، همه چیز داریم و فقط تنظیم کننده نداریم. ما یک پروفسور روابط بین المللی داریم به نام ملک ستیز. چرا ملک ستیز اینجا نبیه و مشاور وزارت خارجه ما نباشه تا یک استراتژی دیپلماتیک برای ما بده؟ آیا زمینه مساعد هست برای بله زمینه مساعد است و باید خودش مراجعه کنه، خودش باید بیایه. همین رقم کمیته های دیگه، کمیته هایی که مثلا کمیته تعلیم و تربیت، امی که شما میگن که کل اقوام جمع شوه و کل امی خود ما میکنیم. وقتی که این چی زمانی انجام وقتی که این کمیته ها به وجود آمد، تشکیل شد و همین نخبگان کلشان حاضر شد که برادر جایگاه ما در این کمیته است، جایگاه ما در این کمیته است، بالاخره بیاین و دست بده برای همین امارت. همین امارت هر چی است، حالی هست، حالی حضور داره، حالی وجود داره، موجود است، در اینجا هست، قربانی میده و کار میکنه. کارایش هم نتایجش هم معلوم است، یک مقدار کارایش. بالاخره ولی کی دست بده؟ اینا کمیسیون جور کرده، یک غلطی کرده، اشتباه کرده، تجربه نداشتن، کمیسیون جور کرده که دعوت کنه کسایی که در خارج هستن، کسایی که در کشورهای دیگر رفتن، با وا پشتش بگرده و بیا. درست. این غلطه. دقت. این غلطه. اگر مشکلات داخلی کمیسیون باز بشنوه. همین کمیسیون غلطه. این کمیسیون چرا به خارج برو؟ دیگه در افغانستان، در داخل افغانستان نخبگان کم است. آیا دروازه یکی را تک تک کرده؟ آیا اعلان کرده که هر کس به مطابق استعدادش در مناطق در موقعیت‌های مشخص فلان 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 حاضر شوند؟ با یک دید و دید، با یک تفاهم، با یک تبصره و بالاخره با کار عملی که با پیش بریم. خیلی ممنون آقای طاقت، خیلی ممنون. آقای فاطمی، میخوایم از شما بدانم که واقعا نقش اساسی را در براندازی یا دگرگونی شجره کلی بگوییم یا بافت نظام سیاسی افغانستان در طول تاریخ فکر میکنن که علت ها داشته یا که فکر میکنن اقشار دیگه هم مثل شهروندان عادی هم نقش آفرینی دارد؟ چون ما شما در طول تاریخ شاهد بودیم که مردم افغانستان در بعضی موارد خاموشی اختیار کردند. بخوایم دیدگاه شما را در ابتدا داشته باشیم، بعد میریم روی کشورهای ایران و پاکستان. خب لحاظ تاریخی اگر ببینید ملت افغانستان ایش رول اساسی در
استرداد استقلال خود در مقابل همه قدرت های متجاوز داشته، چی او انگلیس بوده او روس بوده و امریکا بوده. اما در وقت سرنوشت ساز مسائل سیاسی تشکیل نظام، ملت افغانستان همیشه به بهره بوده و دور نگه داشته شده. کشورها، قدرت های بیرونی و ایجنت های داخلی افغانستان در طول تاریخ بازی را به نفع بادارها و قدرتها تغییر دادن. اما علت بوده که نظام در نتیجه قربانی ملت به وجود نامده. اگر بعد از جنگ انگلیس ما شما یک حکومت مردمی ملی را به تحت قیادت امان الله خان به دست آوردیم، اما دفعتا دیدیم که استخبارات انگلیس چین و از مذهب استفاده کرد و به نام حبیب الله کلکانی کسی را در مقابل از اونا استاد کرد و دیگه همچنان دیگه علما و اینا را استفاده کردن و او بیچاره را به این اتهام متهم کردن که این به حساب ضد اسلام است و به نام تاپه او را از افغانستان کشیدن و 100 سال افغانستان به عقب رفت. و امو تغییری که ببینید در سال 1923 امان الله خان در افغانستان مقتدر است و کمال اتاتورک در ترکیه است. ترکیه به کجا رسید؟ افغانستان در حالت چی است؟ همچنان بعد از برآمدن روس‌ها ما شما دیدیم یک حکومت مقتدر اسلامی به وجود آمده نتانست. چرا هر دو قدرت‌های بزرگ چی روسیه و چی امریکا از این حراس داشتن اگر در نتیجه جهاد یک حکومت مجاهد به وجود می آید، فلهذا این احساسات مسلمانان را در دیگر نقاط جهان در علیه قدرت‌های بزرگ به حساب تشویق میکنن، فلهذا دست یکی کردن و جهاد ناکام ساختن. حال هم ما شما میبینیم وقتی که امریکا آمد و این جهاد در مقابل از اینا صورت گرفت، فعلا میبینیم که امارت اسلامی که آمده گپ از تروریسم زده میشه. اما تروریسم که 20 سال امریکا اینجا بود که باید او را میزد، نزد. چرا نزد؟ آمده بود عقب یک القاعده، اما و روزی که پس میبره میگه 23 تروریست دیگه اینجاست. خیر مجرم کی است؟ مجرم خود امریکا و 48 ممالک است. چطور تو نتانستی در 20 سال نه تنها که یک گروه کم نکنی بلکه 20 گروه دیگر هم برای مزیاد کردی؟ گپ از این است که ما در طول تاریخ نتانستیم. ملت قربانی دادن اما نتیجه قربانی خود نگرفته. حالا که ما صحبت از این میکنیم که یک گفتمان ملی به همین معنا است که ملت در او سهیم باید. طرف گفتمان ملی کی است؟ ملت افغانستان است. زمامدار و مسئول گفتمان ملی کی است؟ ملت افغانستان است. حقدار گفتمان ملی کی است؟ ملت افغانستان است و به اینا باید حق داده شود تا در گفتمان. ما وقتی که حکومت همه شمول از طرف بیرون رد میکنیم و علت نیست که ما نمیخوایم دیگه جنایتکارایی که در 20 سال این مملکت به تباهی برابر ساخت باز اونا به این رخنه پیدا کنند. اما مانای از این هرگز نیست که شخصیت‌های بزرگ سیاسی، متنفذین، علما، دانشمندا و مثل که قبل میمانتان اسم دکتر ستیزه گرفتن، اینطور شخصیت‌ها بسیار وجود داره، میتونن بیان اشتراک کنن و این نظام و فعلا یک فعالیت بسیار بزرگ در اروپا و در امریکا در جریان است تا تغییری که و امریکایی‌ها و اروپایی‌ها به حساب پی بردن که او دزدا دیگه نه تنها که طالبان مخالف نه بلکه تمام ملت افغانستان. آقای فاطمی وقتی که اینا از حکومت فراگیر نام میگیرن، خب منظور این خارجی ها چی است؟ کی است اینا که باید با اینا گفتگو شود؟ چون بحث گفتگو یا گفتمان ملی وقتی که مطرح بشه اینجا باید جناها مشخص باشه. یک طرف گفتگو، یک طرف گفتمان اگر ما مطرح بکنیم که امارت اسلامی، طرف دیگه کی باید باشه؟ اگر ملت افغانستان باشه این کارا باید خود امارت اسلامی انجام بده. اگر مراد از اینا آن نخبه ها یا علت های قبلی باشه، خب باز برمیگردن به مو علت های قبلی که شما از اونا نام بردن. مثلا کسی اونا را چپاولگر میگن، کسی هم نگاه های عجیب و غریب دیگر به اونا دارن. میخوایم میره بدونم که طرف اصلی گفتمان امارت اسلامی کی است. ببینید در اوایل زمانی که جهان غرب و امریکایی از حکومت همشمول صحبت میکردن، اونا فشارشان برمی بود که اونمو شخصیتایی که در 20 سال دزدی و چور چپاول کردن، چرا اونا افراد استخباراتی از اینا بودن. اما حال امریکایی‌ها به این پی بردن که نه تنها نظر طالبان و امارت اسلامی نیست بلکه قاطبه ملت افغانستان، چی در داخل افغانستان و چی در بیرون، او افراد رد کردن. نه تنها او را رد کردن،
در 44 سال اگر او از بلاک شرق بود، اگر او از بلاک اسلامی مجاهد بود و اگر او از بلاک غرب بود، کسی که خیانت کرده ملت افغانستان او را رد کرده و نمیخواهد. چی از 57 ثور 57 باشه، چی از مجاهدین 92 باشه و چی از امریکایی 20 سال گذشته باشه. او رقم و امریکایی به این چیز و غربی به این حال فهمیدن، از همین خاطر حرکت نوی که در جهان در حرکت است، شخصیت‌های در او جای میگیرن که در این 44 ساله دست ندارن. و آقای تورسن هم در جریان است و خوب مطلع است. ما آقای تورسن همیشه صحبت‌های سیاسی میکنن، نمیدونم چطور زیر تاثیر بعضی شخصیت‌ها و افرادی که با اینا مصاحبه میکنن رفته و او را تشویق میکنن که گپ از جنگ بزنه. ما آقای تورسن به این میفهمه که مسئله ما با جنگ حل نمیشه، مسئله ما با گفتمان سیاسی حل میشه و اینا خودشان خیلی ممنون. خیلی ممنون آقای فاطمی. که نمی گفتمان سیاسی چی از بیرون و چی از درون افغانستان با هم دست یک جای کنن، امارت اسلامی به احترام بگذاره و ملت افغانستان موقعی را پیدا کنه تا یک جرگه ملی کلان در افغانستان دایر شود، صدای ملت شنیده شود. همین شخصیت هایی که در جنایت های 44 ساله دست نداشتن بیا در این گفتمان اشتراک کنن. سپاس آقای فاطمی. سپاس آقای فاطمی. آقای فاطمی، آقای تورسن میخوایم که دیدگاهتون رو در نخست داشته باشم. آقای فاطمی باورمند هستند که شما بیشتر زیر تاثیر برخی شخصیت ها قرار دارین و همچنان تاکیدتون روی جنگ و نبرد است. در نخست دیدگاهتون رو میخوایم داشته باشم در اینجا. ببینید من تعجب میکنم و تاسف میکنم با آقای فاطمی که مرا میگه که زیر بار یا زیر تاثیر یک تعداد از کسایی که در طول 20 سال با سرنوشت کشور و مردم بازی کردن. آقای فاطمی شما بلندن بوده، شما در ابتدا کسی بودین که از طالب ها حمایت کردین، شما او عادت جرأت از این نداشتین که حتی از امو لندن صدایتان علیه اینمی غاصب و فاسد مفسد و رهبر و لیدر و تیکدار قوم و مذهب و غنی و کرزه همی تیمای خائن و وطن فروش و جاسوس، ولی ما در شهر کابل علیه اینمی کسایی را که خودت میگی ما امرای از اینا مبارزه کردیم. این رو مثل آفتاب روشن است و در پالوی از این عالم پافشاری دارم. این انتظار مردم افغانستان داره از من، این انتظار از جبر، ظلم، بی‌عدالتی. بفرمایید تورسن صاحب، بفرمایید، صدای شما رو دارم. خب ببینید از قتل و قتال و بی‌عدالتی و ظلم و استبداد و تک قومی مردم نهایت خسته شده. ما انتظار بکشیم. این فکر میکنیم که طالبا امریکایی نیست، طالبا پاکستانی نیست، به دستور کی آمده؟ به دستور امریکا آمده، به پلان امریکا آمده. وی پروژه امریکاست تا بتونه آسیای میانه را به حساب ناهمن بسازد، جنگ در داخل کشورم باشه. ما وقتی که قیام ملی را اعلان کردیم عالم تاکید دارم برای طالب وجدار میتون اگر خود جمع جور نکنه و با مردم خود آشتی نکنه. از ما حرف ساده نیست. من نه با غاصب هستم، نه فاسد، نه اجنت و غلام کدام کشور. من غلام مردم خود هستم با قوت مردمی خود، با اونمو کسایی که رنجیدن از اونا و در حمایت ناموس از او کشور. آیا من انتظار بکشم که باز هم دختر 13 ساله فاریابی را یک برای چیز بته؟ این قضاوت است. آیا به زنای افغانستان که حق خودم میطلبه که اجازه بده مکتب برم، دانشگاه برم یا به کار برم؟ آقای تورسن شما از حرف از قیام ملی میزنید. آقای تورسن شما حرف از قیام ملی میزنید، ولی بخش از علت ها و بخش از نخبه ها که امیل اعظم آقای طاقت است و همچنان آقای فاطمی تاکید از بحث گفتمان ملی میزنند. توضیحات بتون آقای عزیزی، وقتی که اونا میگن آیا ما نادیده بگیریم این قیام کردنی هستم و برای نجات افغانستان و کردنی هستم و انتظار داشته باشه طالب انقریب
عنقریب که من مثل او دوستم مثل عطا و توتا دراز و کوتا نیستم. از من کار من عملی است. خیلی ممنون آقای ترسان. به خاطر نجات مردم افغانستان از شر تروریسم، از شر داعش، القاعده و هر گروهی که بر ضد منافع کشور و مردم فعالیت داره و توسط پاکستان و آمریکا دیکته میشه. ما علیه مبارزه. آقای ترسان به شما برمیگردیم. آقای طاقت حرفای آقای ترسان را شنیدین. هنوز بزرگ روایت گفتمان ملی در بین نخبه ها شکل نگرفته. ما چی انتظار از مردم عادی داشته باشیم؟ حالا ببینین نگاه ها از زمین تا آسمان تفاوت داره. شما و همچنین آقای فاطمی تاکید روی گفتمان سیاسی دارن، در حالی که آقای ترسان تاکید داره که باید قیام ملی شکل بگیره. اگر نخبه ها با هم کنار نبیان، مردم عادی را شما چگونه کنار هم جمع میکنید؟ این مشکلات افغانستان بسیار زیاد است و این به یک طاقت و یک ترسان و یک فاطمی حل نمیشه. گفتمان ملی بهترین راه حل معضلات است، ولی برای گفتمان ملی هم بدبختانه باز چراغایی که روشن میشه طرف گفتمان میریم، باز اونمو سیاسیون کله خود بلند میکنه. باز مقاومت یک و مقاومت دو و مقاومت سه و این جبهه آن جبهه باز قد خود راست میکنه. اگر ما قیام جناب ترسان صاحب را در نظر بگیریم، قیام کی میکنه؟ اونمو چیز بچه احمد شاه مسعود قیام کی میکنه؟ اونمو عطا محمد نور. دیگرها خو ما صدای قیام از کسی نشنیدیم. صدای صلاح به دست گرفتن و خیستن در برابر حاکمیت، در برابر امارت، ما خود دیگه کس تالی ندیدیم. جبهه آزادی یک چند نام است و نمویی طرف میشه و گاهی در ویانا گاهی در کدام کشور دیگه میشنه با هم به نتیجه و هم چیزی به وجود نمیاد. ما فکر میکنم که وقت قیام نیست، وقت تفاهم است، وقت مفاهمه است، وقت مذاکره است. اما طرح کوچکی که ما بیشتر براتان گفتم، اگر ما دیگه هیچ نکنیم، کمیسیون ها و کمیته ها را برای امارت معرفی کنیم. حالا آقای طاقت با توجه به اینکه ما کشور وابسته هستیم و شما هم شاهد هستین، اگر کمک خارجی نباشه ممکن دسترخوان های مردم هم خالی شود. آیا امکان هست که خارجی ها که آمده از ما برده؟ شما فکر کنین امریکا صرف از مواد مخدر ما سالانه 12,500 تن مواد مخدر برده سالانه. خودشان میگه، ملل متحد میگه که از افغانستان سال 110 میلیارد دلار شده، خارج شده از معدنیاتش، از یورانیمش، از لیتیمش، از دیگه معدنیات. خب فکر کو چی از معدنیات، چی از مواد مخدر، اینا که آمدن و بردن، خودشان بین خود چیز میکنه، جنجالا و مناقشه های را برای خود انداختن که تو زیاد بردیم و کم بردیم. خیلی ممنون آقای طاقت، خیلی ممنون شما. اگر آخرین سخن شما در حد 20 ثانیه باشه، راه حل وضعیت کنونی رو چی میدونین در حد 20 ثانیه؟ فقط آشتی ملی با تمام کسای درگیر، تمام نیروهای درگیر داخلی افغانی، نه تکیه با غرب نه تکیه با شرق. و یک پیشنهاد ما از امارت اسلامی، یک خواهش مایی است که پیشنهاد ما که افغانستان باید عضو اصلی سازمان همکاری های شانگهای باشه. خیلی ممنون. چرا ما در جغرافی زندگی میکنیم وقتی که پاکستان و ایران عضو سازمان همکاری های شانگهای است، چرا ما نباشیم؟ خیلی ممنون شما آقای طاقت. آقای فاطمی، در حد 3 دقیقه زمان برای شما است، 3 دقیقه برای آقای ترسان است. میخواهیم که از بس مشاجره ترسان صاحبم بگذاریم، میایم طرف موضوع این که آیا امارت اسلامی با توجه به رقابت‌ها و تضادهایی که بین قدرت‌های دور و نزدیک وجود داره، میتونه ایجاد توازن در سیاست خارجی بکنه؟ یعنی یک کشور بی‌طرف، یک کشور بی‌غرض در منطقه باشه؟
خب اولا یک تصحیح برای آقای تورسن میکنم که ما در مورد مبارزات سیاسی شمیش نگفتیم که نه چقدر مبارزه کردن، حتما کردن و ما تورسن صاحب از نزدیک میشناسیم، موازینا بسیار با هم نشستیم در سال 2009 2010 از نزدیک میشناسم. ما صرف یک دو سه مصاحبه شده که در یک گفتمان سیاسی کردن، در اونجا از قیام سیاسی ما قیام نظامی علیه حکومت من گفتم این درست نیست. ما شما قیام اگر میکنیم قیام ملی مردم افغانستان برای یادی تحصیل حقوق زن، حکومت ملی، قانون اساسی، ما شما باید برای جنگ نی، برای یادی حقوق مدنی خودی کار کنیم و این حق ما شما هست و باید به این یاده کنیم. اما من به اینکه آیا افغانستان میتونه که توازن در منطقه نگاه کنه، بسیار سوال مغلق و مشکل به این است که ما در بین قدرت‌های بزرگ جهان که یک طرف روسیه است، چین است و دیگر طرف امریکا است و در پهلوی از اونا آنقدر برای ما ضرر ممالک بزرگ نمیرسانه، مثل که در 44 سال ضرر که از پاکستان و ایران دیدیم و تابال ادامه داره. فلهذا توازن نگاه کردن برای افغانستانی که ضعیف باشه، ناتوان باشه در بین از کشورها آسان نیست. برای داشتن از این توازن، داشتن روابط نیک با قدرت‌های بزرگ جهان که تا سبب دستاندازی های پاکستان و ایران کرده باشه برای ما لازمی است. معنی ازی است که ما باید با امریکا، با چین و با روسیه با هر سهش روابط نیک داشته باشیم و این پالیسی را دو شخصیت بزرگ در دهه 60 و 70 معذرت عملا برای ما درس داده که یکیش موسی شفیق است و دیگری ذوالفقار علی بوتو است. در زمانی که وارسا و ناتو با هم در جنگ بودند، ذوالفقار علی بوتو با دو جنا روابط بسیار خوب داشت و کمک‌ها را به دست می آورد. فلهذا ما امور هم یک موسی شفیقی را ضرورت داریم تا همین توازن نگاه کرده بتونه و ما با همگی روابط نیک داشته باشیم و خود از ضرر 44 سالی ایران و پاکستان باید حفظ نگاه کنیم. خیلی ممنون شما آقای فاطمی. آقای ترسن، آخرین سوال برمیگرده به شما و جنبندی تمامی بس برای اینکه ما یک افغانستان باثبات داشته باشیم و سرنوشت ما را بیرونی ها هم تعیین نکنه مثل گذشته ها، چی کار باید انجام شه آقای ترسن به عنوان یک راه حل منطقی و مدون؟ بسیار کوتاه در حد 3 دقیقه. به ارتباط صحبت های جناب طاقت صاحب که مسجد به حساب جبهه مقاومت هستم، چون اوج تماما دزدها و رازنا مستثنا از احمد مسعود دیگه کلش دزد شده و یک تعداد جنرال های پلاستیکی و ساختگی که به نام سادات است و اینان من مخالف از اونا هستم. بعد زمانی که قیام میکنم برخواسته از مردم افغانستان با نیروی خودی بدون حمایت کدام کشوره دیگه، این که ما بارها اولین کس بودیم که از طریق رسانه ها این خود طالبان هم میفهمن و از طریق بعضی از دوستا که شیشتیم برشان پیام دادیم هم از رسانه ها که بیاین مذاکرات بین الافغانی را برا بیندازیم تا تماما اینمی افغانانی که در 20 سال در چور و چپاول و غارت و دزدی و غصب و فساد دست نداشتن، بیاین که کنار هم بشینیم یک راه حل بسنجیم و در پالوش نگذاریم که دیگه بازم تجربه شوروی و یا آمدن امپریالیسم یعنی امریکا در 20 سال تکرار شود. ما دست نشانده کار نداریم، بیاین که افغان شویم، دست به دست هم بتیم و روابط حسنه اونی که با کشورهای همسایه منطقه و جهان اتخاذ آقای ترسن، این چیزایی که شما میگین امکان پذیر هست؟ تا کشورها نتونه مداخله بکنه. هر جاسوسی که بیاید، جاسوس ایرانی، روسی، چینایی، امریکایی در او کشور مداخلات ادامه پیدا میکنه. اگر از بین مردم و با حمایت مردم افغانستان به حساب یک حکومت تشکیل شود که همه مردم افغانستان در او حضور داشته باشه، نه موره های سوخته و مرده و چکیده گذشته. خیلی ممنون شما آقای ترسن و همچنان آقای فاطمی و جناب آقای طاقت که در بحث با ما حضور پیدا کردن و همچنان سپاسگزارم از شما که تا این دم با ما بودین. تا دیدار دیگر، خدا نگهدار.